دلشود تنجی سلام علیکم و علیکم چهل داریم و علیکم سلام شکری خدا خوبیم تنجیم شما خوبین تنجیم دسترخوان زیبا سلام با همه و علیکم سلام خوش آمدین همه کسا خب دسترخوان زیبا چهل داریم سو شکری خدا خوبیم علوی تیوی سیونیم لایک سیونیم چورنیم چخیلی صبح نکنه کنم ریاضیدانی خوب هست لایک خب تشکر برایم لایکم بلکسی سلام اکا و علیکم سلام خوش آمدین آشخانه با بسم الله سلام علیکم استاد و علیکم سلام خوش آمدین آشخانه با بسم الله خب بلکسی چورم لایک تشکر زیاد برای لایک خوش آمدین اپهای آشخانه با بسم الله دنیا ورلد سلام و کل دوستان و علیکم سلام خوش آمدین برادر دنیا ورلد این کانالی اپهای آشخانه با بسم الله هست پخت‌وپزهای گوناگون دارن خب اینش کانال دسترخوان زیبا است خب بار دیگر سلام و همه نفرانی که در اینجا در افیر درسی نوبتی امروزه ما قرار دارن و کسی رو که سلام علیک نگردونده باشیم و علیکم سلام
و کسی رو که خوش آمدید نگفته باشیم خوش آمدن. خب امروز چگونه که وعده کرده بودیم از کتاب New Grammar Time 2 یعنی New Grammar Time 2 درس یکم است. خب این زمان 5 نفر حاضرند وجود دارند. خب دیگر میگذاریم به کتاب. Time is gold. سلام علیکم با همه و علیکم سلام. خوش آمدین برادری عزیز. دلشد تیجه سلامت باشین پیاش کنه. دنیا ورد شکرانه الله همه ساز خودسازی دسترخون زیبا و علیکم سلام. خوش آمدید اکی تایم. خب دوستان گرامی امروز ما و شما از کتاب نیو گرامر تایم آغاز میکنیم. نیو گرامر تایم کتاب دویم است، یعنی یکمش گرفتیم، یکمش رو امروز باشد دویمش رو میگیریم. نیو گرامر تایم 2 یه پینزه میگرند. سلام علیکم و علیکم سلام. خوش آمدین اپای پینزه. شکری خدا خوبیم، شما خوبین؟ تنجین ششم لایک. تشکر زیاد برای لایکتون. من خط میشینم استاد. خب با هزار ولوگ آشخانه تیجه همه کسا سلام و علیکم سلام. خب کسانی که نوآموز هستند یک فرصت خوب است که ما کتاب رو یعنی از اول آغاز می نمویم. همون موضوعی که در کتاب یکم گرفتیم در همین کتاب تکرار می یابند، اما یک کمی با تفصیلات بیشتر با یک کمی شرح و بیانی بیشتر. یعنی فکر میکنم که برای نوآموزان خیلی خوب است و برای کسانی که یک کم بیش تحکرسی دارن باز تکرار می شود برای اونها. خب درس نوبتی امروزه ما درباره A و N یعنی همون ارتیکل نامعینی A و N است و پلورال ناونز یعنی شکل جمع اسمها، یعنی اسمها رو چگونه جمع می سازیم. در اینجا نگاه کنیم رسم یکم رو. در رسم یکم این همسینفشون است یا معلمشون است، یعنی میگوید hello children. یعنی وقتی که children میگوید فهمیده میشه که معلمه است یا که از اونها کلان است، یعنی میگوید سلام کودکان. در اینجا میگوید hello children look at brains paintings یعنی نگاه کنید به تصویرهای برین، به رسم‌های کشیده برین. یعنی پینتینگ یعنی معنیش رسم، تصویر، رسامی، نقاشی، یعنی اون چیزی که رسام میکشد اون را پینتینگ میگویم. و در اینجا در تنه دیوار اگر دیده ایستاده باشید میگوید art class exhibition یعنی exhibition گفته نمایش رو میگن، نمایشگاه. کلاس صنف، ارت صنعت، یعنی میگوید نمایشگاهی صنعتی صنفی، یعنی اون چیزی که هم صنفان رسم کشیدن و اون رو یک به نمایش گذاشتن میان مردم تماشا میکنن، یا همون هم صنفای دیگرش میان تماشا میکنن. رسم دویم رو نگاه کنیم. در اینجا این شاید معلم است، میگوید are they red peppers یعنی شکل جمع. آیا اینها قلنفور هستند، زنجبیل هستند؟ و در اینجا دیو میگوید or strawberries یعنی که
قلفینوی هستن. قلفینوی همون کلوبنیک یعنی یا قلفینوی هستن مثلا. و در این جزوه میگه they are tomatoes, they are tomatoes, they are tomatoes یعنی اونها پومیدور هستن. و میگذاریم بر رسم دو میگه a green basketball, a green basketball یعنی این توپی سبزی بسکتبالی است یعنی. و در اینجا این زوی میگه که no a green pepper, a green pepper, a green pepper یعنی قلنفوری سبز. و رسم چهارم میگه it's Zoe, it's Zoe و شاید معلم است یا همسنفش میگه it's Zoe میگه وای زوی هست و زوی در ترجمه مونه میگه it's an awful painting, it's an awful painting, it's an awful painting یعنی این یک رسمی یک تصویری خیلی دهشت انگیز است، وحشت آور است. یعنی یک چیزی که وقتی نگاه میکنه با اون میترسیم همون رو awful میگن. awful یعنی دهشت آور، دهشت انگیز. و در رسمی پنجم میگوید is it an iguana, is it an iguana آیا این سوسمور هست یعنی برین توتی رو به شکل سوسمور کشیده است یعنی رسم کشیده است. و از روی میخواندد میگه oh no it's corky, oh no it's corky یعنی نه این کورکی است. خب کورکی stop it, کورکی stop it و وقتی که کورکی خودش رو دید به شکل سوسمور اومده از بالای برین میگوید که یعنی اوزار داده شده است رو شاید زده است و برین میگوید کورکی stop it, stop it یعنی بسش کن یعنی بسش کن. و زوی میگوید brain is not a good artist, brain isn't a good artist. خب regular plurals در اینجا یک لحظه دوستان. خب regular plurals یعنی شکل جمع ساختن اسم ها شکل معمولی یعنی عادتا به همین شکل جمع می شوند. هست شکل جمع ساختن شکسته، شکل های شکسته یا جمع های شکسته و شکل معمولی که عادتا به همون شکل کلمه ها جمع می یابند. مثل اینکه مثلا در زبان تاجیکی هست مثل بسیار کلمه ها میگیرن، مثلا کتاب ها، دفتر ها، مثل همین. اما بعض اسم های هستن که در زبان تاجیکی مثل آن میگیرن، مثل زنان، دختران و بعض اسم های هستن که یان میگیرن مثل دانشجویان و مثل همین ها. اما شکل اساسی جمع در زبان تاجیکی همون ها است و در زبان انگلیسی شکل اساسی جمع همون اس است. اس یعنی در اخیر اسم ها میاد و همون رو میگن شکل یعنی معمولی یا که رگولار، بعضی وقت شکل قیاسی هم ترجمه میشود یعنی شکل قیاسی اسم ها. و در اینجا سینگولار یعنی شکل تنها مفرد، پلورال شکل جمع. most nouns یعنی most گفته یعنی بسیار، most nouns یعنی بسیاری از اسم ها، بیشتری از اسم ها، یعنی بیشتری از اسم ها یک اسی تنها میگیرد، یک اسی تنها. یعنی pepper peppers، pepper pepper peppers یعنی یک اس گرفت تمام، یگان چیز دیگه علاوه نشد. خب
خب دوستانی که این کتاب را فرآوردن یا دارند در اینجا خطا شده است. کلمه بس در اینجا خطا شده است. خطای خوب شاید تکنیکی است یا اشتباهی دیگر است. مثلا اشتباه شده در اینجا کلمه ایگوانا است. ایگوانا. خب در اینجا نگاه کنیم بس دو بار تکرار شده است. بسی بالا خطا است، بسی دویمگی درست است. خب در اینجا ایگوانا است. شکل جمع یعنی ایگوانا است. Nouns ending in s, ss, sh, ch, x, o. یعنی میگوید کلمه های اسم هایی که با همین حرف ها انجام می‌یابند، یعنی s, ss, sh, ch, x, o با همین حرف ها انجام می‌یابند، پس اونها شکل جمعشون es میگیرن. es مثل bus, buses. Glass, glasses. Tomatoes. یعنی نگاه کنیم اخیری اسم ها رو که در اینجا es گرفتن و با رنگ یک کمی سیاه یعنی قفس اشاره شدن. در اینجا نگاه کنیم but آورد یعنی but لیکن. وقتی که but آورد یعنی لیکن آورد، پس این از قاعده بیرون است. یعنی از همین قاعده که در اینجا او آمد نگاه کنیم nouns ending in o، مثلا اسم هایی که با او انجام یابند، پس es میگیرن. اما در اینجا فوتو او است، فوتو جمعش فوتوس می شود. فوتوس از روی قاعده باید که es می شد، فوتوس. اما میگه لیکن. پس وقتی که لیکن آمد این کلمه استثنایی است، یعنی که به این قاعده ربط ندارد. خب کلمه هایی که یا اسم هایی که nouns ending in vowel plus y، اسم هایی که با صدانک و y انجام یابند s تنها میگیرند، مثل toys. و nouns ending in consonant plus y، اسم هایی که با همصدا با همراهی y انجام یابند، پس ies میگیرند، مثل strawberries. خب و در اینجا توتی میگوید we use a یعنی a از با کلمه before یگان ربطی ندارد. یعنی میگوید ما a را استفاده میکنیم before words، پیش از کلمه های beginning with a consonant. یعنی ما a را استفاده میبریم پیش از کلمه هایی که با همصدا آغاز یافتند، مثل friend, a bird، مثل همین. we use an before words beginning with a vowel. ما استفاده میکنیم ارتیکل نامعینی ان را پیش از کلمه هایی که با صدانک آغاز یافتند، مثل an iguana, an artist. یعنی artist همون هنرپیشه رو میگن. بعضا رسام میشود، خیلی که در اینجا اومد میگوید brain isn't a good artist، یعنی brain رسامی خوب نیست. یعنی بعضا به معنای رسام نیز میاد، به معنای هنرمند، هنرپیشه. There are no articles for plural words، یعنی برای کلمه های جمع یگان ارتیکل استفاده نمی شود، مثل اینکه مثلا peppers, iguanas, 3 books، مثل همین ها. خب میبینیم بسیار در کامنت نویسی بسیار فعال هستین دوستان گرامی. پس تمرین کار میکنیم. چی گفتین؟ این تمرین ها رو رقم گذارید، کدامش درست است همون رو نویسید. مثلا در اینجا یکمش رو خودش کار کرده است،
میگوید circle the correct word، یعنی کلمه های درست رو حلقه بکش. مثلا a painting، برای چی ا آمد؟ به خاطر که همصدا است، consonant. a painting. دویمش چی؟ دویم سیوم تا رقم 8 لطفاً کار کنید، نویسید و روی کنین. فرحمان کریموف آفیشال سازین همه کسا، شکری خدا، خوب امتحان شما سازین، امتحان خوش آمدین. خب time is gold دویم a insect. time is gold نادرست است به خاطر که ما نه گفتیم که ا همراه کلمه های میویند که با همصدا آغاز یافتند، اما در اینجا نگاه کنیم صداناک، با صداناک آغاز یافته از کلمه insect. insect insect. فرحمان کریموف آفیشال کلوشتن. کلوش چیکار میکنه برادر؟ درونی همی افیدر آمدنیه. خب دلشد تجه درست a basketball. دنیا world an insect an orange a basketball درست. an insect درست an insect. الله ولی که a orange نمیشود an orange an orange. دلشد تجه a elephant نادرست است an toy نادرست است an insect time is gold درست. black sea a basketball درست. black sea درست. دنیا world an elephant a toy درست. دنیا world درست. time is gold a basketball درست. دلشد تجه an elephant درست. time is gold a toy می شود درست. black sea an orange درست. black sea درست. دلشد تجه a toy درست. time is gold an apple درست. an apple. الله ولی که a basketball درست. دلشد تجه a shirt درست. black sea a toy درست. الله ولی که an apple درست. درست. خب فکر میکنم همش جواب دادیم. یا پنزه میگرند یک سوال ممکن است استاد بفرمایید. نپای پنزه میگرند بفرمایید. a shirt درست. دلشد تجه black sea an elephant درست. در خون زیبا it's an orange it's an orange درست. الله ولی که a shirt درست. فرحمان کریموف آفیشال اشاره به کافه کردستند، یعنی کافه نوشی. مرحمت بیاین به کلوچ هم میشه و انشالله کافه نوشی. صفیه منتج hello welcome to our lessons. یه پنزه میگرن I comp افیر میکنین I computer افیر. بله از کامپیوتر افیر داریم. black sea هشتم a shirt بله درست. a shirt درست. black sea an apple درست. خب دیگر علی خیرات hello for all hello علی خیرات welcome. خب دیگر دوستان فهمیدین که رحمت استاد جواب دادن، تشکر زیاد، سلامت باشین. دیگر فهمیدین که ا همراه کلمه های میان که با صداناک آغاز یافتن. معذرت ا همراه کلمه های میان که با همصدا آغاز یافتن، اما ان همراه کلمه های میان که با صداناک آغاز یافتن، یعنی واول. من رفتم آشخانه جان رحمت استاد. خب با فکرم همه کسا طرف های غریب هستین. بله دلشد تجه welcome brother Ali how are you. خب میگذاریم بعد تمرین دیگر. در اینجا نگاه کنیم write an or تیره، یعنی منظور از تیره چیه؟ منظور از تیره که یگان چیز ننویسین. وقتی که کجایی که نیاز به نوشتن ندارد ننویسین، اما جایی که A میگیرد نویسین. کجا A میگیرد کجا N میگیرد نویسین. خب رقمی از 2 سر کرده تا 4 مثلا نویسین جای خالگی را.
аллаҳ веле ки ман рафтам пеши ошхона. хоб шумо дар апаи Penza Migrant Jaysanov TV салому алейкум бародар клуҷ битен. Бародари азиз, дарси англисӣ аст, яъне клуҷ дода намешавад. Фархорӣ устод ман хапам. хоб беҳтарин. Hello brother, thanks to God I'm good. Time is gold. Do you n мегирад? Бале, дуруст. Time is gold. дуруст. як лаҳза. хоб дуюм якумаш мегирад, якумаш n мегирад, дуюмаш мегирад, сеюмаш ҳеҷ чиз намегирад, ба хотире ки for омадааст, яъне шакли ҷамъ аст. Дилшод теҷе дуюм n мегирад, дуруст. Мегирад, сеюмаш ҳечи намегирад. Time is gold. сеюм ҳечи намегирад, дуюмаш мегирад, дуруст. ахираш n мегирад, дуруст. Фақат аввалаш ҳеҷ чиз намегирад. ба эфир бо биёен соати 11 Россия. хоб бародарҷон, инҷа суҳбати шахсӣ ман аз ҳозира шуда дарси англисӣ аст. Дар ахири ҳамин дарс суҳбати шахсӣ аст. Агар хоҳед беистен то охири эфира, баъд суҳбати шахсӣ кунед. Агар нахоҳед, яъне метавонед ки бароен боз охири эфирда баъд биёед. Яъне ҳар тарзе ки худтон дӯст доред. Фақат дар вақти комент навиштани дӯстон халал нарасонед, хоҳиш. Дилшод теҷе сеюм n намегирад, ба хотире ки шакли ҷамъ аст, яъне two apples. A green apple, an apple. Бале, дуруст. Фақат якумаш ҳеҷ чиз намегирад, рақами се. Рақами се ҳеҷ чиз намегирад. Дилшод теҷе time is gold. чор n намегирад, мегирад, мегирад ва ҳеҷ чиз намегирад ва ахир n мегирад. ман хапам. Тамом. узр устод. ба хайр аст иншоалло. хоб дигар ба фикрам ки кор кардем. мегзарем ба тамрини як пеш аз охирон, яъне бале, яъне ду тамрин дигар мондааст ба ҳамин эфири имрӯзаро, яъне дарси имрӯзаро ба анҷом мерасонем ва касоне ки мехоҳанд суҳбати шахсӣ, пас озод ҳаст. айни замон хоҳиш мекунем дӯстоне ки каме менависанд дар бораи дарс халал нарасонанд ба дигарон. ошхона бо бисмилла. устод бо ҳамон талабаҳои сустатон суст мемонанде. хоб дастархон зебо н казан теҷа салом устод. ва алайкум салом апай казан теҷа хуш омаден. ё агар апай казан теҷа бошанд, агар писаршон бошанд, бародари азиз хуш омаден, чунки имрӯз дар як эфир гуфтанд ки мо писараш ҳастем. хоб тамрини рақами 3 да мегзарем. дар инҷо мегӯяд count and write the plural, add s or es. мегӯяд аввал бишумор, count яъне шуморидан, ҳисоб кардан, ва бинавис шакли ҷамъи исмро ва ҳамун шакли ҷамъ илова кун ба ҳамун s ё ин ки es-ро. рақами 2 яъне 3 boxes. Дилшод теҷе дуруст. хуш бошед устод Казан теҷе, саломат бошед. ман худам. хоб хуш омадед апай гиромӣ. Фараҳмад Каримов official. беҳтарин брат, гап занен англисӣ. хоб кам беш гап задестем ку бародари азиз, яъне оҳиста оҳиста дараҷа бо дараҷа мерем, зина ба зина. яке ябора намешавад ки аз боло оғоз кунем. Black sea banana 3 bananas мешавад. Black sea Black sea дуюм 3 boxes. бале. Дилшод теҷе 3 bananas. бале, дуруст. Дилшод теҷе 2 photos. бале, дуруст. Сафия Маматаж: ман аз охири дарс омадам, беҳтараш равам. хуб, ҳар тарзе ки хоҳед хоҳар ё апай гиромӣ, яъне мо аз аввали китоб, ҳамин рӯз дарси якум аст, аз аввали китоб оғоз кардем. барои навомӯзон хеле фурсати хуб аст. хуб, ҳар касе хоҳад истад, ҳар касе хоҳад ки кор дошта бошад, мо вақти ягон каса намегирем.
خب بلکسی چهارم تو فاتاس اس میگیرد. تو فاتاس. تایم از گل تو فاتاس توری. تایم از گل جواب درست. بلکسی 3 بناناس اس میگیرد. بلکسی 3 بناناس اس میگیرد. دلشو تجه 3 باشز. 3 باشز کجا خوندستین شما؟ کجا این 3 باشز نیفتم. ششم فور ساندویچ. ایفر داریم. خب بازی فور ساندویچ ای اس میگیرد. دلشو تجه فور ساندویچ ای اس میگیرد. دسترخوان زیبا 3 بنان است توغری درست. بلکسی 3 بنان است توغری درست. کازن تجه الله خدا را شکر ساز. خب پامیدور همون کس جواب داد. پامیدور 4 tomatoes درست. 4 tomatoes درست. باش. خب باش چی باشد اینجا؟ گو علی خیرات همینجا هستین. علی خیرات اپای بسیر 91 time is gold. باش ترجمهش چی میشه باشد؟ دنیا ورد. خب ساندویچ ایرو جواب دادن. تومیتو جواب دادن. ویندو 2 windows درست. time is gold. خب دوستان گرامی باش معنای باش چی میشه؟ همون کس میدوند؟ باش اگر براش میشد یعنی شدکه میشد، اما در اینجا شکلش شاید یکون گیاه هست، یکون علفی است. یکون کس یکون جواب دارد. پای بسیر 91 همینجا هستند. پای بسیر 91 زبون انگلیسی خیلی بقوت هستند. بخشش که چشمام کمتر در میکنن گوش کرده میستم. خب مایلش انشالله امروز گفتن پیسرتون. خب خداوند شفای کامل شفای عاجل نصیب روزیتان بگردونه. اپای عزیز بلکسی هشتم 2 ویندوز درست. بلکسی 2 ویندوز 2 دویمگی نوشتی دیوم درست است. 2 ویندوز. خب باش رو نیفته نه بازی. باش باش بوتا گیاهی پریشان به اورا موی غفص به شزوری انبوه. الله ولی که شما پوش نوشتین. پوش اتسیبیا میشود درست است. در اینجا باش بود. کازن تجه رحمت دوستان سلامت باشین. دلشد تجه 3 براشز. ولی اگر براشز میشد شدکه میشد که باش است. باش بوتا میشد است. بوتا گیاه. بوتا گیاه هر چیزی بوتا مانند. خب بوتا. خب بوتا ترجمهش میکنیم. در اینجا پنجم یعنی 3 دونه چی است؟ باشز است. باشز 3 باشز. دلشو تجه درست جواب دادین. time is gold درست جواب دادین. بلکسی درست جواب دادین. 3 باشز. خب معنیش بوتا میشید است. میگذاریم بعد تمرین آخرون. count and write the plural. این میگه اول حساب کن بعدا شکل جمعش رو نویس. add s or ies. میگه s رو اضافه کن یا اینکه ies رو اضافه کن. الله ویلی که من خطا دیدم این عینک ما ماندم. فهمو. خب خیلی میشه بعضی وقتا که فقط ب در جای ب پی آمده است. تمام. خب در اینجا نگاه کنیم رسم رقم 1 رو نگاه کنیم. رقم 1 2 3 4 پسر بچه است. پس در اینجا کار کرده است. میگه boy 4 boys. خب دیگرش رو کار میکنیم یک جویا. رقم 2 3 4 5 6 7 8. مرحمت.
for fairies. fairies میشود. fairies دلشد تجه. fairies شکل جمع fairy رو کی می نویسد؟ for fairies. زندگی زیباست. سلام استاد و دوستان و علیکم سلام. خوش آمدید برادر عزیز. زندگی زیباست. شکل جمع فری رو کی می نویسد؟ for boats. دوستان گرامی رقم 2 شکل جمعی فری طرز تلفظش fairies. دنیا ورلد توری. بله درست. دنیا ورلد توری نوشتن. دلشد تجه for fairies توری. خب دوامش رو دوام میدهیم. strawberry شکل جمعش حتما بنویسین. شکل جمعش یعنی اول حساب کنید که در اینجا چند کلوبنیک است بعد شکل جمعش رو نویسین. الله ویلی که شکل جمعی که شما نوشتین نادرست است. نگاه کنین دلشد تجه دنیا ورلد شکل جمع فری رو نوشتگیان. نو اینا با بلک سی نوشتن for fairies. for fairies بلک سی نادرست است. بعد از air y پاک کرده می شود. در جای y i e s می آید. strawberries. strawberries خب دنیا ورلد چند تا strawberry است؟ strawberries. strawberries جواب رو کامل بنویسیم خوب می شود. دلشد تجه 3 toys. toys خب در اینجا بله 3 toys توری است. دلشد تجه بهترین جوابتون درست 3 toys پیشروی هست. دیده استاد خب ششتم. بله time is gold 8 خب 1 2 3 4 5 6 7 8 8 time is gold 8 strawberries 8 strawberries خب black sea 8 strawberries 8 توری نوشتین اما strawberries نوتوری نوشتین. دنیا ورلد 8 رقم قطعی نوشتین strawberries توری نوشتگین. دلشد تجه 8 strawberries دلشد تجه هم رقم رو درست نوشتن هم کلمه strawberry رو. الله ویلی که 4 fairies درست نو توری نوشتین. الله ویلی که black sea 3 toys توری. time is gold 3 toys توری. دسترخوان زیبا 8 strawberries توری. زندگی زیباست باید خب شینی. خب دلشد تجه پنجم 3 donkeys 3 donkeys خب بله 3 خر 3 خر در اینجا 3 خر است. بله پنجم. ششم کلمه بیبی در اینجا چند کودک است؟ بیبی و شکل جمعی بیبی چخیل نوشته می شود؟ بیبی. Black Sea 3 donkeys می شود. 3 donkeys خب 3 babies time is gold 3 babies 3 توری است. babies نوتوری است. دلشد تجه 3 توری است babies نوتوری است. black sea 3 توری است donkeys توری است. الله ویلی که 3 donkeys توری است. دنیا ورلد 3 babies توری است. دنیا ورلد شکل جمع بیبی رو درست نوشتین. آخه استاد گفتن خب شینین 5 میمونه. خب بیبی رو کار کردیم. کی کی خب چند کلید است در اینجا؟ کی 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 خب 2 4 6 کلید است. 6 کلید به زبان انگلیسی چی می شود؟ 3 babies توری black sea توری. 6 کلید به زبان انگلیسی 6 keys 6 keys توری. دلشد تجه 6 keys توری. فقط همون اپوستروف نمیگیرد همون وربی که دبل است همون نمیگیرد. دلشد تجه همون رو نمینویسین تمام درست است. time is gold درست است. خب دیگر جواب کامل شد یعنی 6 دونه کلید. black sea 6 keys بله درست. میگذاریم در fly یعنی هم به معنای اسم است هم به معنای فعل است یعنی پرواز کردن می شود و در اینجا به معنای پشه آورده است. پشه 9 flies نادرست است. time is gold شکلی جمعی fly نادرست است. رنگی من اولیم یاد نگرفتیم که اپی 15 با میگن 5 میگیرن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 پشه است.
نه پشه در زبان انگلیسی چی گفته می شود؟ nine flies. دلشو تجه درست نوشتن. nine flies black sea درست است. نگاه کنید دلشو تجه چی نوشتن؟ درست است. nine flies. شاید fleas شود. fly با تنهایی. بله fly با تنهایی شکل جمع fleas. time is gold. nine fleas. time is gold بعد از همون y پاک کرده می شود، در جای y e آورده می شود. چگونه که black sea نوشتن؟ nine flays علاوه دیگه توری درست. خب در همین جا درس رو به انجام میرسونیم. خب اینها رو نمیدونم ترجمه کردیم نکردیم. بای پسر بچه، فری کشتی، استرابری قلفینوی، توی بازیچه، دانکی خر، بیبی تیفل نوزاد، کی کلید فلای هم پرواز کردن و هم به معنای پشه. خب دنیا ورلد همینجا هستین. یک نتیجه گیری کنیم که کی چند خور گرفت. درس امروزه ما از کتاب همین قدر یعنی تمام شد و فردا از صحیفه چند صحیفه 6 آغاز میکنیم. از صحیفه 6 همین موضوع است. همین موضوع رو باز دوام میدیم. خب خیلی گفتم این کانال دسترخوان زیبا این باشد. کانال اپای 15 ایمیگرانت. خب تایم از گولد و دلشاد 14 امتیازی بهترین. تایم از گولد و دلشاد تجه 14. بلک سی 11. آیا 15 ایمیگرانت بهترین سوز میندارم. سلامت باشین. یا 5 میگرفتم خوشحال میشدم. دنیا ورلد قطعی چیرز کنین. دنیا ورلد بهت دست دنیا ورلد است. خب دنیا ورلد از سرخون زیبا 3 امتیاز یعنی استاد ما را 5 میموندین یا اپی 15. دنیا ورلد اپرسین کرد بهتون چنده؟ دنیا جان سوزک خوبک. باهای تایم و دلشاد 5 بهترین. Ватан теже. Здравствуйте всем. Вам тоже привет. Добро пожаловать. Дунё ворд апай 5. دیدی апай 5 گرفتیم کو. خب دنیا ورد باهای بلک سی 4. بلک سی رحمتی کنون دنیا ورد ایما چنده دنیا الله ولی که او را ما انشاءالله 15 منت دارم دنیا. Time is gold. چرز شیرز تایید شده. Time is gold. چرز نیست فقط هم 5 اپای 5 اهمیت تنیا بردیه. 5 که با اپای 5 موندگی نه برای اهمیت تن. حالا ولی که 5 جواب دادن. Time اید مبارک. دنیا ورلد دیدم. Time is gold فهم. اپای 5 در همه جا کارت هم میابه. Time is gold 5 امتیاز. دلشو تجای رحمت معلم. سلامت باشین. خب 5 امتیاز. 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 5 ام
خب دوستان اگر یکم کسی خواهد کانالشون یا برو معرفی کنیم یا که بکشویم مرحمت نویسم رحمت حمید امینم دارم مایل شکنه استوز لبای اپای پنز چی معقول نشد باهاتون شاید که همه خفه نشد ای دنیای ورد امروز هیچی خب نجا خب انشالله اپای پنزه فردا پنجی پلوس میشه و انشالله دنیا یه پنزه میگرد امروز وابشه گپ نزدم که بهای ما چند باشه دنیا ورد بهای دسترخوان زیبا چند باشه دسترخوان زیبا چهار بها فعال بودن امروز بهترین زندگی زیباست شش بهای شما دسترخوان زیبا او را چهار گرفتم یاسمین همینجا هستن یاسمین چقدر امروز یا نبودن خواهر ما یا که مثبت جواب دادن نکردن میگم افیر با کامپیوتر کنم نمیتونم که یاب میتیا دست برداره با کامپیوتر با فکر ما اساس نمیدونم که با فکر ما هزار بالا وقت میشویم بعد با کامپیوتر میشود اما این زمان من با تلفن کامera دارم لیکن درس در کامپیوتر است یکنین یعنی این کتاب در کامپیوتر است مثلا اما این تلفن است اپای پنزه میگیرم این تلفن است مثلا نبودیم روز یاسمین فهمو ای پنزه میگیرم نه استاد این کامنت خانسادگو بله مثلا وقتی که با مثال با تلفن وقتی که پراموی افیر رفته است через کامپیوتر میدراین از کامپیوتر مثلا کامنت رو میخونین مثلا یعنی همون ایمیلی که در کامپیوتر زدگیه همون ایمیل در تلفن زدگیه پس هر دوش یکه یعنی اصل کار تلفن بازی داره یعنی وظیفه اساسی را مثلا تلفن بازی کرده مثلا یعنی نگاه کنین خیلی اینه خیلی است مثلا در اینجا میمونیم بعد چی میکنیم سیون کنیم خب یا اون کس بدونه مرحمت جواب تیم راستی اون چیزی که میدونستیم یعنی جواب گفت خب این پروگرام مینوس کسود استاد راستی نمیدونم که تریوشه شاید اپای شهدای نجم‌الدین خوبتر بدونه
فهمو مینا درست و سلامت باشین. وطن تیجه سلام علیکم دوستان. و علیکم سلام، خوش آمدین. بلکسی رحمت، اکی مصطفی و اکی دنیا ورد، تشکر زیاد. سلامت باشین. کازان تیجه من درس به اشتراک دارم استاد. سلامت باشین اپا جان، تشکر زیاد. ای پروگرام ساعت ها مینوس شو ساعت همین ها زمان ای پروگرام افیر کردستیم. ای هم پروگرام ای موبیزن ای هم وای دلشو تیجه اکی محمد، تشکر زیاد. یه پنز میگرند بسیر سوز باشن نبودن. اپای کازان تیجه برای اشتراک کردنتان در درس بهاتون چور انا بهترین. دلشو تیجه اکی مصطفی، تشکر زیاد. سلامت باشین. کوشش می‌کنیم به درس های آینده انشاءالله. الله ولی که استاد کانال بخا 99 را دستگیری کنین. به جای ما بهای ما 5 ای کو دنیا ورلد دا بالا رفتن. تایمز گل حماده، شبهای خوش. رحمت حماده. خب با شما نیز شبهای خوش. دنیا ورلد سلامت باشید دلشاد جان. دنیا استودیای زور بدیان. چطور جنت میشه انشاءالله. چطور جنت میشه. خب اینجا کی بود؟ الله ولی که کانال بخا 99 رو دستگیری کنین گفتین، یعنی یه بار بدرویم دروش، یعنی کشویمش یه بار. اگر منظورتون کشودن باشه یه بار میکشویمش. اینجا کدامش همی یکمش باشه با حرف کلان بها 99 هم باشه. الله ولی که کجا شده بها 99 همین باشه. 72 подписчик داره. منم روم در امان الله باشه. خب خوش آمدین اپای پنز میگرند. سلامت باشین. تشکر زیاد برای اومدنتون. خب یگان شناسی نزدیکه که الله ولی که подписаться کنیم یا ایختون ای مثلا دیدیم کانالتون یا که کانال اساسیتون بگیم. ها معلم ای دوست من. خوب اینا подписаться میکنیم اوزی اینا. خب دیگر دوستان عزیز به همین درس امروزه به پایان رسید. دیگر وقت یگان تاتون نمیخواهیم بگیریم. کسانی که کار دارن میتونن از پی کارشون شوند. نازنین در پناه الله باشین. شب خوش به همتون. تشکر زیاد به شما نیز شب خوش. رحمدل بودین بهترین شخص. گپ زدین سلام رسونه زیبا جان. یکمش خوب. من آرام در امان الله. خوب اپای 15 خوش اومدین. تا دیدار.
пензаҷон бефарашиди. Хоб малим, хоб раҳмат малим, саломат бошед. Раҳмат бар шумо низ. Хайр ҳама дар хоби хуш дар амони Аллоҳи бузург бошед. Раҳмат ки омадед ва дастгирӣ кардед. Устозо саломат бошед. Дастархони зебо ба шумо низ. Шаби хуш. Dunya World, see you tomorrow everybody. See you tomorrow, see you next class. Dunya World, good night. Allah veliki خوابای خوش. Allah veliki hamada. Vlog super. Assalamu alaikum. Dilshod taji okay Muhammad brother. Goodbye. خب مایلش دوستان گرامی ولاگ سوپرمن و فیلم که در اخیر آمدن فیلم با هم تمام شده است کازن تجی استاد همین بانی را چخل میمونن میفهموندن خب بانی را حوزی شما با فیلم موندگی نیستن پای کازن تجی شما موندگی نیست های حوزی ما ایما موندگی از ما اگر بفهمم تو ایما دیگه خیلی شما دیگه خیلی مثلا اینمی رسمه که در اینجا هست های وقتی که شما یکم میدارین از دیور هسته رسم اینه کنجایکو کنج طرف دستی راست ای بالا طرف دستی راست ای بالای بالا وقتی همی را زیر میکنیم انا وقتی که شما یکم بار بانر میمونین همین شکل هست یعنی و همین را زیر میکنین راست با درون کامپیوترتون میره یا با درون تلفنتون میره و صورت میخواستگیتون هم میگیرینه میمونین لیکن ایشمال موندگی نیسته با فیلم که ای جنا میشه ایشمال ای کنجه که هست ای طرف راست ای جنا میشه و راستی دیادم نمونده من از 3-4 کانال دارم همش موندگی هم بانر اگر اگه نمیداشتن طریقه موندنش میمونده میشه دیگه خلاص همینجا یا در این پره در یک اونجوش همین صورت چی هست همین صورت رنگ فتح پرت همین را زیر میکنین اگر با تلفن باشه درون تلفن میداره اگر با کامپیوتر باشه درون کامپیوتر میداره خب دنیا ورلد گود نایت دلشد اپای مدینه خوش اومدین الله ولیک سوپرمن خوش اومدین الله سوپرمن خوش باشه دلشد تجا تhank you world good night سوپرمن خوش باشد همه کسا سازین دلشد شکری خدا سازین شما چخیر ولاگ سوپرمن ناز رحمت ما هم سازین خدا حافظ برادران و خواهران اپای کازن تجا بسیار بخشش زیاد چخیلی گفتم ایما موندگی اگر یکون موندگی نبودن خیلی میشید مونده لیکن وقتی همین را زیر میکنید در همون کانالایی که ندارن تماما همه خیلی میبروین اپای شهرهای خیلی صورت خوبتر میفهمه با فکرم اپای شهرهای نجمدین لکسی خدا حافظ برادران خواهران دنیا ورلد اپای شهرها فهماندگی هند بنیره کانال اپای شهرها بدروین اپا جون اپای کازن تجی بلکسی گود نایت دلشد تجی شبی خوش اکاها و اپاها با فردا خدا حافظ مایلش برادر دلشد خداوند نگهدارتان باشه کازن تجی رحمت استاد جان سلامت باشین بخشی زیاد اپا جان که همین خبر میفهمم راستی یعنی همین قدر معلومات دارم پناهی همت بر الله برای کار شما ده سلامت باشین اپا خداوند نگهدارتان باشه همتون خداوند نگهدار باشه در امانی الله باشین ای مردم بیدار پناهتان به خدا تا دیدن دیدار پناهتان به خدا حافظ خب دوستان عزیز افیر ختم میکنم